پنجمین وسیله وقت، یعنی برای طلب علم وقتی وسیع لازم است. یگان کس این علم را شخصان سراسیمه نمیتوانند دریافت کنند. برای این علم وقتی وسیع جدا میکنید، سراسیمه نمیشید. بنابراین سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه گفتند که ان العلم لن یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک. علم بعضی خود را به تو نمیدهد تا مادامی که تو تمام خودت ندهی. کدام آدمی که وجود خودش برای علم اگر سپارد، حیات خودش به علم سپارد، علم بعضی خود را میدهد، قسم خود را میدهد. آن آدمی که برای علم کمک وقت جدا میکند، علم برای او چیزی نمیدهد. یعنی به معنای که او عالمی نمیشد که به مردم فتوا دهد و به مردم زیاد علم رساند. آدمی که وقتی کم جدا میکند برای علم، او علم زیاد نمیگیرد. او علم میگیرد که فقط برای اجرای نماز خود، زکات خود، حج خود، برای مثلا فرضها معلومات جمع میکند و علم کم حاصل میکند. لیکن یک چیز است که وقت را ضایع میکند. استادمان شیخ محمد میگویند که یک چیزی که وقتی انسان را ضایع میکند هم نشستی بد. مقصد از هم نشستی بد شرط نه که یک مردی فاسق باشد. آدمی طالبین با فاسقا دوستی نمیکند. یعنی یک دوستی صالح است لیکن عقلش کم است، وقتی انسان را ضایع میکند. همراهی انسان سخنها گفته نصف شب را میگذراند. یعنی در دانشگاه وقتی که میخواندیم در یک حجره و 4 نفر با دیوال تقسیم کرده بودند، با دیوال های نصف دیوال. یعنی حق یک آدم یک کات خواب دارد و یک میزی درس کننده و یک چی دارد، یک رفی کتابخانه‌ای و یک دیگر رفت برای سر و لباسش دارد. همین قدر جا دارد. یک حجره رو به 4 نفر تقسیم کرده است با دیوال. در زمانهای پیشتر با پرده بود. در زمانهای اولی رفتگی هم سالهای 2000 با پرده تقسیم کرده شده بود. بعد از آن دیوال کردن. در هر یک همین خانه 4 نفر از هر جا. مثلا در خانه‌ای که بنده زندگی میکردم، یک تایلندی، یک فیلیپینی و یک مردم از بلغاریا بود، بلغاریا. 4 نفر زندگی میکردیم. همین خیل در یکی از خانه‌های دیگرها مردم جمع میشن برای زیارت میبیان. آخر دیگه نه خویش و تبار دارند در غریبی، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، به نزد همدیگر جمع شده تا ساعت 12 شب چخچق میکنن. همین خیل خندی زیاد در یکی از همین در یک حجره گفتیم که 4 آدم زندگی مونه. در خانه یک آدم مهمان میبیاد، همین خیل تا ساعت 12 گپ میزنه. با همسایه میاد که قسم به نام الله تعالی روز قیامت از بالای شما شکایت میکنم، برای من تشویش داده ایستادید، درس خواندن نتونستم از سبب خنده شما تشویش دادید، روز قیامت از بالای شما دعوا میکنم. گم بعد ترسیده خسته میروم. یعنی همین خیل هم نشست ها وقتی شما رو ضایع میکنند. وقت در طلب علم یکی از وسیله های مهم است. طالب علمی که وقتی خود را قدر نمی کند، علم زیاد جمع نمی کند.